چیه کشاورز خوشحال میکنه؟ آبش بیاد. آقا فکر میکردی هندونه خوردن قرار سرنوشت تو عوض کنه؟ نه به خدا فکر نمیکردم. اوایلش سخت بود. الان خیلی سخته. میوه مورد علاقت به جز هندونه چیه؟ موز. موز خیلی باحاله. نمی چه خاصیتایی داره چه خاصیتایی داره موز؟ اون بعدا تماشا فیلادلی میگم. بدون با موز هم میتونه اینجا میره. به نظر حالا این فیلم هندونه انقدری که وایرال شد اونها خنده‌دار بود؟ آره من خودم میبینم خنده میگیره به قرآن. یعنی بهش میگن هندونه سندونی. بابا چه خر نمیخوره اینو. هیچ جمله نمیزدیم ما. به خدا این بچه‌ها محل اینقدر گیرون دادن پیج زدیم. یه پیج زدیم پری، یه پیج زدیم اسممون رو اشتباه نوشته بود پیدامون نمیشه. کی ازت اون ویدیو رو گرفت؟ کلا قبلش چیکار کرده بود؟ خیلی خسته بودی انگار. خیلی 110 شب نخوابیدم. یا همچین فیلم رو ما گرفتیم یه چشم خورد این دوباره خندم. یه گوچه قشنگ شد بذاریمش این اینستا اینو. گفتم نمیدونم بذاریمش. همش 1000 تا فالوور داری. یه چای بر نمیخوره که الان 500 نفرم ببینن. یک دفعه دید ترک همه دنیا رو گرفت.